ماجرای بهلول و بهشت. بهلول هر وقت دلش می گرفت به کنار رودخانه می آمد. در ساحل می نشست و به آب نگاه می کرد. پاکی و تراوت آب غصه هایش را می شست. اگر بیکار بود همانجا می نشست و مثل بچه ها گلبازی می کرد. آن روز هم داشت با گلهای کنار رودخانه خانه می ساخت. جلوی خانه باغچه‌ای درست کرد و توی باغچه چند ساق علف و گل صحرایی گذاشت. ناگهان صدای پایی شنید. برگشت و نگاه کرد. زبیده خاتون همسر خلیفه با یکی از خدمتکارانش به طرف او آمد. به کارش ادامه داد. همسر خلیفه بالای سرش ایستاد و گفت: بهلول، چه می‌سازی؟ بهلول با لحنی جدی گفت: بهشت می‌سازم. همسر هارون که می‌دانست بهلول شوخی می‌کند گفت: آن را می‌فروشی؟ بهلول گفت: می‌فروشم. زبیده خاتون پرسید: قیمت آن چند دینار است؟ بهلول جواب داد: 100 دینار. زبیده خاتون گفت: من آن را می‌خرم. بهلول 100 دینار را گرفت و گفت: این بهشت برای تو. قباله آن را بعد می‌نویسم و به تو می‌دهم. زبیده خاتون لبخندی زد و رفت. بهلول سکه ها را گرفت و به طرف شهر رفت. بین راه به هر فقیری رسید 1 سکه داد. وقتی تمام دینارها را صدقه داد، با خیال راحت به خانه برگشت. زبیده خاتون همان شب در خواب وارد قصری بزرگ و زیبا شد. در میان باغ قصرهایی دید که با جواهرات 7 رنگ تزیین شده بودند. گلهای باغ عطر عجیبی داشتند. زیر هر درخت چند کنیز زیبا آماده خدمت ایستاده بودند. یکی از کنیزها ورقی طلایی رنگ به زبیده خاتون داد و گفت: این قباله همان بهشتی است که از بهلول خریده ای. وقتی زبیده از خواب بیدار شد، از خوشحالی ماجرای بهشت خریدن و خوابی که دیده بود برای هارون تعریف کرد. صبح زود هارون یکی از خدمتکارانش را به دنبال بهلول فرستاد. وقتی بهلول به قصر آمد، هارون به او خوش آمد گفت و با مهربانی و گرمی از او استقبال کرد. بعد 100 دینار به بهلول داد و گفت: یکی از همان بهشت هایی را که به زبیده فروختی به من هم بفروش. بهلول سکه ها را به هارون پس داد و گفت: به تو نمی فروشم. هارون گفت: اگر مبلغ بیشتری می خواهی حاضرم بدهم. بهلول گفت: اگر 1000 دینار هم بدهی نمی فروشم. هارون ناراحت شد و پرسید: چرا؟ بهلول گفت: زبیده خاتون آن بهشت را ندیده خرید، اما تو میدانی و میخواهی بخری. من به تو نمیفروشم. خوشحال میشم منو به دوستانتون معرفی کنید. لطفاً نظراتتون رو برام بنویسید و از اینکه تا انتها با من بودید متشکرم.